سلام. رسیدیم به مبحث کاربردی کار بر روی مولاژ. خب یک زخم داریم دارای سینوس هست و یک زخم این قسمت داریم که میخوایم اینا رو پل بزنیم و سیستم شستشو و واکیوم تراپی رو براش انجام بدیم. خب دو راهکار داریم ما. یکی از راهکارمون اینه که بیایم چسب شفافمون رو کل این قسمت زیر بزنیم، زیرسازیمون اول درست بکنیم. یه راه دیگه هم از اگر زخم دچار مثلا پوست خیس داریم یا جای نامیزون داریم که نمیتونیم زیرسازی خوبی داشته باشیم، بیایم از خمیرهای ایکین یا رینگ های اسومی استفاده کنیم. اینجا از پیش من خمیر ایکین آماده کردم و میذارم، مخصوصا اون قسمت هایی که نگرانیم که لیک بده، مثل این همچین جاهایی. جا سعی کنید حتما پوشش بدید. خب دور زخم رو میایم از خمیرهای ایکین استفاده میکنیم تا احتمال لیک رو به حداقل برسونیم. این یکی دیگر رو من میام از یک روش دیگه استفاده میکنم. میتونم از این چسب های دیگه استفاده کنم، هرچند که باید فرض رو بر این بذاریم که همه چسب های ما استریله. لایه بعدیش هم جدا میکنیم. قسمتی که میخوایم واکیوم بشه چیده میشه. اگه جایی نیاز به پوستسازی بود میتونیم مقدار چسب کمتری رو برش بزنیم و یه مقداری از چسب روی پوست اگه قرار بگیره ما پوستسازی رو هم خواهیم داشت. خب میخوایم داخل زخممون رو پر کنیم. منطقه هایی که تونل داریم یا آندرماین داریم فوم هامون رو قرار میدیم. خب به آندرماین ها و سینوس هامون رو پر کردیم، مثلثی برش دادیم، داخل زخم گذاشته میشه. به اندازه حجم زخممون میایم و فوم برش میدیم، بدون اینکه بخوایم فشار بدیم داخل زخم قرارش میدیم. بعد میایم زیرش رو که چسب زدیم یک فوم به صورت پل قرار میدیم و چسب آخر رو روش تعبیه میکنیم. خب آیا برامون مهمه که این فوممون روی خمیر قرار بگیره؟ بله، چون اگه اتفاق بیفته این فوم با این خمیرها پر میشه. باید سعی کنیم و مطمئن باشیم که فوممون مستقیم روی
پوست بدن قرار نمیگیره و فقط روی چسب هست و روی همین خمیرها هم حتی نباید باشه. یه مشکلی که همیشه پرستارا باش مواجهن این که تو چسب بعد وقتا چین میخوره. این چینشو باید چیکار بکنن؟ هر جا که چین خورد شما اینجا رو میچسبونید، این قسمتش هم میچسبونید. اینجا رو چیکار میکنید؟ به این حالت چین بهش میدید. لایه سوم برمی‌داریم. اگه جایی هست که چسب کم زدید میتونید از چسب‌های دیگه استفاده کنید. این قسمت که با زخم در تماسی است میتونه غیر استریل هم باشه. مطمئن بشید که تا 10 سانت اطراف زخمتون چسب شفاف داره. خب کاری که بعد از این انجام میدیم زدن کاپ و تعبیه محل برش کاپه. بهترین منطقه تو این زخم در حال حاضر این منطقه است که کمترین فشار روی محل خوابیدن مریض هم هست. در این حال ترشحات وقتی این وسط میایم کاپون رو میزنیم از یک زخم به زخم دیگه وارد نمیشه. خب میخوایم از سیستم شستشوی زخم هم استفاده ببریم. خب این شلنگ دلوله است، یک کاپ دلوله است که دارای جنس سیلیکونی بسیار انعطاف پذیر و خوبیه. کاپش هم بسیار خوب آماده شده، هم نرمه و هم این که اطرافش خوب پوشش داده بشه و لیک نداشته باشه. خوشبختانه این کاپ بسیار خوب درست شده. خب اول میام شماره یکش که این پایینه برمی‌داریم. جهت شلنگ هم خیلی مهمه که چطوری بزنیم. هم میتونیم از نزدیک چین باتک رد کنیم، هم میتونیم از توی کمر رد کنیم. اینو با پرسیدن از مریض شما میتونید به یک نتیجه خوب دست پیدا کنید. یا همراهی‌های بیمار میتونن شما رو کمک کنن، چون که هر فردی روش خاصی برای خوابیدن داره. خب کاپمون رو وصل کردیم. حالا میخوایم محلول شستشویی رو آماده کنیم.
اینو به پای سرم وصل میکنیم و تایمر این دستگاه هم نصب میکنیم چون این دستگاه داره تایمره. خب دو تا شلنگ داشتیم، یکیش که به مخزن وصل میشه، وصل میکنیم به یکی از اینا. که از مزیت‌های جالب این دستگاه اینه که پیچاش خیلی خوبه و وقتی میبندیم خیالمون راحته که لیک نداره. دومین شلنگش هم وصل میکنیم. خب ما اینو نصب کردیم، یه پای سرم لازم داریم. پای سرم رو نصب میکنیم، تنظیمات دستگاه رو انجام میدیم. مدل دستگاه رو تنظیم میکنیم رو حالت شستشو، زمان رو ست میکنیم. این هم کانتینیوس داره هم اینترمیتنت که هر دوتاش هم میشه ست کرد. بعد که ست کردیم زمان و مقدار حجمی که میخوایم بدیم هم باید ست کنیم. بعد که ست کردیم استارتمون رو میزنیم. خب دستگاه رو روشن کردیم و به کار افتاد. در زمانی که بهش تعیین کردیم خودش شستشو رو انجام خواهد داد و استاپ خواهد کرد. بسیار عالی. ممنون از توجه همه شما.